اومدن پیام دادن بعد من دیدم خوبه جواب دادم. خب من صادق لو هم باید راستگو باشم، یعنی صادق. دیدم خوبه جواب دادم. خب گذشته ها میدونم قدیما. آره. الان نه الان امکان نداره. بعد چجوری با یکی پس آشنا میشی؟ از دایرکت آشنا نمیشه کجا آشنا میشی؟ مثلا تو خیابون که تا حالا برام هیچ وقت پیش نیومده. من به جون مسعود به جون مامانم اینا تا حالا هیچ وقت حداقل تو جوونی هم شماره نداری. چرا تا دلت بخواد اصلا میرفتم سیریش میشدم میزدم مخشو. خب الان ولی 10 ساله واقعا تو خیابون یه دونه شماره ندادم. یه دونه دادم. چرا الان چرا نه چرا یه دونه 200 شیشه بود واقعا. خب خیلی عالی بود جای خواهری. بعد دیگه مثلا خودش اومد گفت خوب هستین و فلان. گفتم خیلی ممنون متشکرم. من طرفدارگونه بهشون نگاه کردم. گفت میشه شماره منو بزنی؟ نمیخواستم به خودت تو خیابون این کار بکنم. هول شدم زدم. همون یه دونه خود. به جون مسعودم نه دیدمش نه اصلا نمیدونم شاید هم پیام داده ندیدم. باید برم الان چک کنم. مال گذشته است.